هیچ تغییری ما قاعدتا نخواهیم داشت. آقای درویش و ما بقیه اعضای هیئت مدیره به کار خودشون ادامه میدن. اصلا نمیخوایم تیمو درگیر حاشیه بکنیم. الحمدلله شاید تو این 20 سال اخیر اینجوری نبوده که این همه بازیکن خوب و با کیفیت داشته باشیم که ما بتونیم سال بعد پرسپولیس رو به عنوان قهرمان باشگاه آسیا به عنوان یکی از مدعیانش بتونیم تجهیز بکنیم. ایراد میگیرن، هوادار میاد، خب هوادارم تفلک ساده لوح، حرفای دیگران روش تاثیر میذاره. واقعی اینا نیستن. اما چیزی که بسیار مهم هستش، ما هدفمون در فصل آینده حضور موفق در آسیا هستش. اون دغدغه سالیان بسیاری که قهرمانی آسیاست و هنوز علاقمندان دوست دارن یک روز این اتفاق بیفته، انشالله این اتفاق رو رقم بزنه. خوشبینیم که صعود کنیم، یعنی هدف اولمون که تو 8 باشیم. پرسپولیس رو به عنوان قهرمان باشگاه آسیا به عنوان یکی از مدعیانش بتونیم تجهیز بکنیم، هم کادر فنی هم و بازیکنانش.